هیچ وقت دیدی یه شهر چطوری بیدار میشه؟ نه اون بیدار شدن شلوغ و بی‌حوصله روزمره، یه بیدار شدن آروم، پر از نفس تازه، صدای خنده و بوی صبح. من امروز رفتم جایی که رشت با تموم لطافتش از خواب بیدار میشه. جایی که آدمای خاص با لباسای ورزشی برندشون میان تا روزشونو بسازن. میخوای ببینی صبح گیلانه چه شکلیه؟ بمون تا آخر این ویدیو. قول میدم حسش با همه جای دیگه فرق داشته باشه. اول صبح بود. هوا هنوز بوی شب میداد، ولی یه نور کمجون طلایی از لای درخت‌ها سرک میکشید. حدود ساعت 7 صبح بود که پا گذاشتم توی پارک گیلانه. همون لحظه‌ای که شهر تازه داره بیدار میشه. پارک گیلانه یه نوار سبز بلند و باریک است که مثل یه خط زندگی کشیده شده کنار بولوار گیلان. یه سمتش مسیر دوچرخه سواری، یه سمتش پیاده رو و وسطش پر از آدماییه که با هر قدمشون یه شروع تازه رو تجربه میکنن. اینجا گلساره، بالا شهر رشت. پس تعجبی نداره اگه همه از لباسای برند و تیپ‌های خاصشون معلوم باشه که اهل استایلن. خانومایی با لباسای ورزشی خوش فرم، موهای جمع شده، بدنهای آماده. و دخترها انگار خودشون میدونن که طلوع خورشید قشنگتر میشه وقتی اونا از کنارت رد میشن. زوجهای جوونی رو میبینی که با هم میان میدوئن، حرف میزنن، میخندن. یه سری هم تنها میان با ایرپاد توی گوش و فکرای خودشون. هر کس یه ریتم داره، یه دنیای کوچیک توی همین مسیر سبز. وسطای پارک همیشه یه شور خاص داره. یه اکیپ بدمینتون بازه که سال هاست اونجان، زن و مرد، پیر و جوان. اونقدر بازی کردن که حرکاتشون هماهنگه. انگار دارن با راکت های توی دستشون عاشقونه میرقصن. اگه تا اینجای ویدیو حس قشنگ صبح رشت بهت منتقل شده، یه لایک کوچیک بزن. هم واسه حمایت، هم واسه اینکه این حس قشنگ بیشتر پخش بشه.
من قدم میزنم و دوچرخه سوارها از کنارم رد میشن. صدای لاستیک روی آسفالت، صدای نفسها، صدای زندگی. اونقدر هوا تازه است که نفس کشیدن خودش میتونه یه مدیتیشن باشه. به انتهای پارک که میرسی صدای توپ پینگ پونگ میپیچه. چند نفر دور میزها جمع شدن، میخندن، شوخی میکنن، رقابت میکنن. و اینجا درست همون لحظه است که میفهمی صبح پارک گیلانه با همه جای دیگه فرق داره. راستی تو هم اهل پیاده روی صبحگاهی؟ بنویس برام. دلم میخواد بدونم توی شهرت صبحها چه شکلی بیدار میشن. و اگه تازه اینجا اومدی سابسکرایب کن تا با هم قدم به قدم رشت و هواش و حال هوای خاصش رو کشف کنیم. اینجا رخوت نیست، خوابالودگی نیست. اینجا بوی زندگی میاد، بوی انگیزه، بوی لبخند آدمایی که نمیخوان روزشون عادی باشه. و من فقط نگاه میکنم به شهری که بیدار شده، به آدمایی که هر کدوم داستان خودشونو دارن و به نوری که از لای برگا میریزه روی صورتم. انگار صبح رشت خودش داره آروم نجوا میکنه. خوش اومدی به شروع یه روز قشنگ.